اندازه نرمال آلت تناسلی چقدر باید باشه؟ بزرگ شدن آلت تناسلی حقیقت یا افسانه؟ سلام عرض میکنم خدمت همراهان کانال دکتر مرتضوی. خیلی ها هستن که این موضوع براشون خیلی مهمه و خیلی ها حدس و گمانهای زیادی راجع به آلت تناسلی خودشون دارن. میخوام در این ویدیو بهتون بگم سایز نرمال چقدر هستش و اینکه اگر به این نتیجه رسیدید که دچار کوچکی آلت تناسلی هستید باید چه کار کنید. بسیاری از افراد علل خصوص جوونا بابت طول آلت تناسلیشون نگرانند. بزرگ شدن آلت تناسلی یک موضوع محبوب در بین مردان. بسیاری از مردان به دنبال راههایی برای افزایش اندازه آلت خود هستند. اما یا بزرگ شدن آلت تناسلی واقعا امکان پذیره؟ در ادامه ویدیو با من باشید تا به جواب این سوالتون برسید. خب دوستان، جدولی که اینجا براتون گذاشتم سایز نرمال برای آلت تناسلی در سنهای مختلف. اندازه نرمال برای آلت در بالغین 9.3 سانتی متر می باشد. بیشترین رشد آلت تناسلی انسان در سن 11 تا 15 سالگی اتفاق میفته. در ادامه ویدیو بهتون میگم دوستان که برای افزایش طول آلت تناسلی باید چی کار کنید، اما قبلش باید یه موضوعی رو بدونید و ازتون میخوام که خوب گوش کنید. بیشتر نارضایتی ها از چی میاد؟ مقایسه کردن. یعنی شما اگه طول آلت تناسلی یک شخص دیگه ای رو نبینید اصلا براتون مهم نیست. که بیشتر تو چه مواقعی پیش میاد؟ با دیدن فیلم های پورن که شما احساس کوچک بودن آلت تناسلی بهتون دست میده. اما اینو باید بدونید اون شخصی که دارید داخل ویدیو نگاه میکنید طول آلت تناسلیش اصلا طبیعی نیست، غیر طبیعیه. پس چی شد؟ شما در بیشتر مواقع اصلا هیچ نوع مشکلی نداری، همه چیز نرماله، فقط اون چیزی رو که دیدی غیر طبیعی بوده و رفته داخل ذهنت و با خودت فکر کردی که ببین طول آلت تناسلی من نسبت به اینها خیلی کوچکتره. که پیشنهاد من اینه دوست عزیزم، سعی کن از این محتواهای پورن فاصله بگیری و استفاده نکنی. به مرور زمان میبینی که برات طبیعی شده و بهش فکر نمی کنی. حالا شما در صورتی که قصد درمان دارید در ادامه این ویدیو با من همراه باشید. در پاسخ به سوال بزرگ شدن آلت تناسلی حقیقت یا افسانه، باید بگم پاسخ کوتاه اینه که بله، بزرگ شدن آلت تناسلی تا حدی امکان پذیره. با این حال مهم هست که انتظارات واقع بینانه‌ای داشته باشید. بزرگ شدن آلت تناسلی به طور طبیعی با افزایش سن اتفاق میفته. در دوران بلوغ سطح هورمون‌های جنسی افزایش پیدا میکنه و این باعث میشه اندام‌های جنسی از جمله آلت تناسلی رشد پیدا کنه. اما راه‌های افزایش طول آلت تناسلی. شماره 1، تمرینات کششی. تمرینات کششی می توانند به افزایش طول آلت کمک کنند. این تمرینات شامل کشیدن آلت در جهت‌های مختلف که براتون داخل تصویر آموزششو به صورت نوشته گذاشتم که میتونید ویدیو رو استاپ کنید و مشاهده کنید. شماره 2، وسیله‌های مکنده. این وسیله‌های مکنده میتونه به افزایش قطر آلت کمک کنه. این وسیله‌ها باعث میشه که جریان خون بیشتری به آلت برسه. برای تهیه این وسیله میتونید داخل گوگل سرچ کنید و این وسیله‌ها رو تهیه کنید. شماره 3 که من پیشنهاد بهتون میکنم، تغییرات در سبک زندگی. برخی از تغییرات سبک زندگی ممکنه به افزایش طول آلت تناسلی شما کمک کنه. این تغییرات عبارتند از کاهش وزن، ورزش منظم، رژیم غذایی سالم. شماره 4، جراحی. جراحی یکی از مؤثرترین روش‌های بزرگ شدن آلت تناسلی. با این حال جراحی میتونه خطراتی مانند عفونت و عوارض جانبی دیگه به همراه داشته باشه. برخی از روش‌های بزرگ شدن آلت تناسلی میتونه خطرناک باشه. به عنوان مثال استفاده از دستگاه‌های مکنده میتونه باعث آسیب به بافت آلت بشه. جراحی هم میتونه خطراتی رو به همراه داشته باشه.
قبل از انجام هر روشی برای بزرگ شدن آلت تناسلی مهمه که با پزشک خود مشورت کنید. پزشک میتونه به شما در انتخاب یک روش ایمن مؤثر کمک کنه. پس دوستان نتیجه میگیریم بزرگ شدن آلت تناسلی تا حدی امکان پذیره. با این حال مهمه که انتظارات واقع بینانه‌ای داشته باشید. هیچ روشی برای بزرگ شدن آلت به اندازه‌ای که در تبلیغات دیده میشه وجود نداره. اگر به دنبال روشی برای افزایش اندازه آلت خود هستید، مهم است که قبل از انجام هر کاری با پزشک خود مشورت کنید. پزشک میتونه به شما در انتخاب یک روش ایمن و مؤثر کمک کنه و روند درمانی رو صحیح انجام بده. ممنونم از وقتی که برای دیدن این ویدیو گذاشتید. آرزوی من سلامتی شماست عزیزانم. امیدوارم که همیشه شاد و سلامت باشید. لطفاً برای حمایت کانال ما رو سابسکرایب کنید و با لایک و کامنت از ما حمایت کنید.